بار به درخواست شما بازم میکاپ با چشم بسته، ولی نمیدونم پارت چندم. اولین قدم کرم پودر. یک کمی میریزم پشت دستم. اومد بکنم کمی. الان چی؟ الان که خوبه. میزنمش به پوستم، بلندش میکنم. قدم بعدی کانسیلر. این ولی فکر نکنم کانسیلر باشه. ریمله. خب مثل اینکه اصلا قرار نیست خوب پیش بره. بازم بلندش میکنم. بلند کردن این نداره آخر ریمل. این سری باز همین پلت معروفمو میخوام بردارم. اولین رنگ این گوشه بیرونی چشمم میزنم. این بود. دومین رنگ این اینجا میزنم. خیلی مداد لب و رژ لبای مختلفی اینجا دارم، همش هم ریخت. این دیگه بهش نمیخوره رژ لب باشه. کانسیلره. یکمی با دستم فیدش میکنم که حداقل اگه خواستم یک رژ لب بهم بیفته قشنگ باشه. مداد لب این دیگه مداده واقعا. امیدوارم رنگش قشنگ باشه. بعدی لیپ گلاس. این آره ایشون یک چیز هستن، رژگونه مایع، خیلی هم پیگمنت داره. با 3 شماره چشمم رو باز میکنم. 1 2 3. دیدین گفتم غیر از ریملم همه چی رو خوب زدم.